به هر کی گفتم این 4 تا دسر رو با زیر 100,000 تومان درست کردم باورش نشد. تا چند ماه پیش باورمون میشد ولی الان با زیر 500 تومن هم نمیشه بسازی. بیا بریم تا بهت بگم چجوری. یه دونه ژله موزی گرفتم. من هم یه دونه ژله موزی گرفتم. شد 40,000 تومان. بریزش توی ظرف. شده 75,000 تومن. روش یه لیوان آبجوش اضافه کن. همش بزن ژلاتینش حل شه. یه دونه موز برامون در اومد 10,000 تومان. یه دونه موز اون موقع بود 10,000 تومن، الان برای ما در اومد 90,000 تومن. نصف یه دونه خامه شد 30,000 تومان. نصف یه دونه خامه برای ما در اومد 65,000 تومن. یه لیوان شیر سر اینم در اومد 10,000 تومان. با هم دیگه میکسشون کن. با هم دیگه میکسش میکنیم. ژله موزی تو که معماری کردی اونم بهش اضافه کن. ژلمون هم بهش اضافه میکنیم. دوباره با هم دیگه مخلوطشون کن. دوباره هم میزنیم. موادی که مخلوط کردی رو بریز تو ظرف سربت. اینجا خیلی از فیلم بردار رفت و من خودم تنهایی باید اینو بریزم. یه ساعت بذار تو یخچال استراحت کنه تا خودشو بگیره. یه سال بریم تو یخچال بخوابیم برگردیم. بریم برای تستش. بافتو ببین. از یخچال آوردیم بریم تستش کنیم. بسم الله. خیلی خوشمزه شد، واقعا خوشمزه شد.